به نام خدا معصومه اردستانی هستم با 45 سال سابقه کار. در سن 14 سالگی 13-14 سالگی اوایل انقلاب رفتم برای آموزشگاه که الگوی قلابی رو یاد گرفتم و علاقه زیادی که به خیاطی داشتم شروع کردم به خیاطی کردن، اما توی گرلابی بر اساس اندام‌های مختلف به مشکل برمیخوردم. ایرادات خیلی زیادی رو کارم داشتش. تو فکر رفتم که بتونم یه الگوی ساده‌ای به دست بیارم که بتونم این الگوی خیلی راحتی بر اساس اون اندازه‌هایی که داریم بتونم بدون اشکال و ایراد به دست بیارم. که اومدم از الگوی نوزادی استفاده کردم. الگوی بچگانه بود که یه چارچوب خیلی ساده‌ای داشت و اومدم ایرادات اندام‌های ایرانی رو بر اساس اون تجربه‌هایی که توی برش‌ها و دوختایی که داشتم اومدم روی این الگو اجراش کردم که یه الگوی کاملی در اومد بر اساس آناتومی اندام ایرانی که هر سایزی رو که اندازه‌گیری می‌کردیم الگوی خیلی بدون ایراد و بدون اشکال به دست می‌اومد و از کوک و کوکشلم دیگه استفاده نکردم. زمانی که اون الگو رو بر اساس اون اندازه‌ای که می‌گرفتم الگوش سایز خود خانم در می‌اومد و بدون ایراد و برش می‌زدیم، دوخت می‌زدیم و بدون پروبم بود. تا اومد به فکرم رسید که بتونم این جزوه کاملی رو بیام یه کتابی چاپ کنم، اونم بذارم متد پارسی، یعنی یه متد ایرانی به دست بیاد. که دیگه ادامه تحصیل دادم و رفتم متد متریک رو یاد گرفتم. بعد اومدم ادامه دادم متد مولر رو یاد گرفتم. بعد دنبالش متد ایتالیایی و بعد متد ترک رو یاد گرفتم. اما بیشتر استقبال هنرجوها و دانشجوها و افراد متفرقه چه سن کم چه زیاد از الگوی متد پارسی بیشتر استقبال شد، چون بر اساس آناتومی خود ایرانی‌ها بود. اما متدای گلابی، متریک، مولر بر اساس آناتومی اندام خود اون کشور بود و به اندام ایرانی نمیشست. باید یه ایرادات کلی ازش گرفته میشد و استقبال بی‌نظیری شد از این جزوه که سال 91 تصمیم گرفتم که برم دنبال چاپ کتاب، که به مراجعه کردم به فنی حرفه‌ای مرکزی، فنی حرفه‌ای کل کشور رفتم و نامه تاییدیه با 1000 دردسر نامه تاییدیه این جزوه رو گرفتم و جزوه این کتابم رو به چاپ رسوندم زیر نظر تاییدیه خود فنی حرفه‌ای کل کشور و همون زمان به ثبت رسوندمش، ثبت کتابخونه ملیش کردم، ثبت اختراعاتش کردم و الانم که استقبال بی‌نظیری برای هنرجوها و دانشجوهای کشور هستش. در سطح کشورم مجازی و آنلاین اونایی که دوست دارن و اطلاع پیدا کردن از این کتاب آموزشش میدن.